ملی واقعا چی بود؟ آیا در افغانستان امروزی ما که قهرمان ما 18 سال پیش این آرمان‌های خود را مطرح کرده بود، امروز می‌بینین چگونه پیاده شده و یا نه؟ یکی از بالاترین پیام احمد شاه مسعود یا آرمان‌های احمد شاه مسعود امی است، اگر در سرخط باشه امیست، او میگفت که برای نسل آینده میگفت که در طریق زندگی ای جان من مردانه باش، جان خود قربان کن نی نوکر بیگانه باش. احمد شاه مسعود می گفت که در گهواره فقر پرورش بیافت، اما دست طلب از دیگرا دراز نکن. به خاطر ازی که اما حضرت حافظ هم میگه دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. به این خاطر متاسفانه که ما و شما همیشه دست دراز داشتیم.